در زمانی که ما سرگرم جنگ و جدل مجازی و گاهی واقعی در خیابانها هستیم و توی شیعه در پیچ و خم پهلوی شکسته فاطمه و سر بریده حسین و فرق شکافته علی هستی و در توهم کودکی که 1400 سال است در چاهی دروغین پنهان شده تا بیاید و امثال تو را به سعادت برساند، پس از اصلاحات بسیاری که توسط بن سلمان ولی عهد سعودی به وقوع پیوسته، در آخرین فرمانش دستور داد سال هجری قمری به سال میلادی تغییر کند. مفهوم دردناکی برای تو دارد. در سرزمینی که محمد ادعای نبوت کرده و قرآن نازل شده و خانه خدای قریش و تازیان در آنجاست و مبدأ تاریخ آنها مسافرت همان محمد از مکه به مدینه بوده است، حال تقویمشان به میلادی و رسالت عیسی تغییر کرد. بن سلمان می‌داند که دیگر دین اسلام رو به فناست و دین فروشی برایشان به زودی درآمدی نخواهد داشت. البته که هیچ وقت سال میلادی و هالووین و دیگر مراسمات غربیه ها را جایگزین تاریخ و فرهنگ قبل از اسلام خود نخواهیم کرد. ما ایرانی ها تکیه به هزاران سال موجودیت خود در جهان داریم و توی شیعه ایرانی مانند من و ما خون شاپور در رگهایت جاری است، همان شاپوری که شکارچی اجداد مسلمانان امروزی بود و تو امروز به او پشت کردی. برایت آرزوی تلنگری در مغز دارم و بازگشت به خویشتن، نه به فرهنگ غرب با نه به فرهنگ عرب، فقط یک نقطه تفاوت دارد.